سلام بچه‌ها، چطوری؟ در کی من به چنل خودتون خوش اومدید. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید. سلام بچه‌ها، ترانه‌ام. خیلی خوشحالم که کنارتونم. امروز میخوام راجع به رابطه ها و اعتماد کردن به آدما صحبت کنم. چیزی که من خودم خیلی ازش ضربه خوردم این شخص. دقیقاً علی، منم خیلی اعتماد کردم. سر اعتمادم خیلی هم تجربه کردم، ولی باز دارم به هم آدما اعتماد میکنم. نمیدونم باید چی کار کنم، چجوری حلش کنم. میدونم که نباید اعتماد کنم، میدونم که ضربه رو از همون شخص خوردم، ولی کافیه درخواست ازم کنه. نمیدونم، شاید به خاطر مهرطلبیه. ببین، شاید ما یه سری چیزا داریم، تجربه. شما باید اون تجربه رو کسب کنی، ولی اینکه هی بخوای تجربهش کنی، این خودتو عذاب دادن است از نظر من. یعنی اگه هی بخوای در اون دایره قرار بگیری که تو اون رابطه باشی، یا هی خودتو اصرار داشته باشی که نه فلان آدم آدم خوبیه، فلان کاری که کرد به خاطر فلان چیز بود، این به خاطر اون کمبوداییه که توی بچگی داشتی، توی گذشتت داشتی و خلأتو داری اینجوری جبران میکنی که با اون یارو در ارتباط باشی، حالا هر شخصی که هست. به نظر من باز هم برمیگرده به همون خودتو دوست داشتن. یعنی اگه خودتو تکمیل کنی، تو خودتو کامل کنی، باعث میشه بی‌نیاز باشی به هر آدمی. یعنی اگه قراره تجربه کسب کنی، یک بار، نهایت دو بار تجربه کسب کنی. اینکه از یه رابطه میای بیرون دوباره بری سراغ رابطه بعدی، به نظر من نباید اینجوری باشه، به سرعت بخوای بری سراغ رابطه بعدی. این باعث میشه که هی داخل رابطه‌های دارکتر بری، رابطه‌های دارکتر بری، هی به نظر من تجربت تلخ‌تر میشه. فقط به خاطر رابطه دو تا زوج نیم، نسبت به پارتنرم هم نمیگم، و نسبت به آدمای اطرافم، حتی نزدیکترین آدمای زندگیم. ببین، راست میگی. تو میگی که اعتماد کردن به خاطر اینه که تو خوبیاشو میبینی. منم اینطوری عملی. وقتی خوبیای طرف یادم میاد، میدونم بهم ضربه زده و ازش ضربه خیلی بدی خوردم، ولی یاد خوبیاش که میفتم میگم نه، این شخص اینجا فلان کار برای من انجام دقیقا داده. بازی مغز همینه دیگه. یعنی دقیقا این کارو میکنه که دوباره تو برگردی، اعتماد کنم. دوباره دقیقا اعتماد کنی، دوباره با اون آدم در ارتباط باشی، دوباره اجازه بدی وارد یه سری حریما بشه. به نظر من اینجا دیگه نباید بازی ذهنتو بخوری. حالا چه کلا اون آدمو باید فراموش ببین، کنی. فقط بازی ذهن نیستا، اون عزت نفس هست. به نظر من تو وقتی آره، که عزت کاملا نفستو ببری تأثیر بالا، گذاره. خودتو دوست داشته باشی، یه راهکارایی پیدا کنی برای عزت، این یه مسئله جداه، این که چجوری عزت نفستو بخوای ببری بالا. ولی واقعا سخته علی. ببین، گفتنش خیلی راحته. من آدمای اطراف زندگیم بودن که حتی خیلی نزدیک بودن بهم و از بچگی باهاشون بزرگ شدم. من نمیتونم خیلی راحت بذارمشون کنار. من میگم که وقتی نمیخوای به طرفت اعتماد کنی، خب میدونی وقتی تو ضربه بخوری دیگه دلت نمیخواد با اون طرف باشی، دیگه دوست نداری ببینیش دیگه. اونو باید چیکار کنم؟ اونو چیکار میتونم کنم؟ من دارم هر روز میبینمش، حالا هر روز نبینمش، توی مهمونی ها دارم میبینمش، تو مهمونی ها نباشه، بالاخره توی مناسبت های مجبورم که اونو ببینم و وقتی میبینم خیلی ناراحت میشم. بعضی وقتا یه تلنگری به خودت میخوره که نسخه کامل خودتو بتونی پیدا کنی. اگر اون تلنگره که بهت خورد نسخه کامل خودتو پیدا کنی، اگه پیدا کردی برد کردی، ولی اگه نه، نتونستی این کارو کنی، تجربه بخوای دوباره کسب کنی، به نظر من ضرر کردی. من خودم آدمی بودم که مثلا رفیقم سرما میخورد، میرفتم جلوی در، میرفتم باش دقیقا. درمونگاه. بعد فکر میکردم که حتی تو بیمارستان هم براشون اینجوری بودم. خودم وقتی با موتور تصادف کردم، ترقوام شکست، فکر میکردم که توی بیمارستان برم مثلا کلی آدم میان، کلی رفیق میان، ولی تو همون بیمارستانه فهمیدم که خودم کسی رو ندارم. دقیقا. یعنی نسخه کامل خودم رو تو اون افسردگی توی بیمارستان ساختم از خودم. گفتم که من واقعا دایره آدمای کمی هن تو زندگی که به خاطر خودم میان تو بیمارستان، بهم سر میزنن مرتب، بهم زنگ میزنن مرتب. اینا اینجوری بود که فهمیدم که چقدر من آدم کم دارم و باید نسخه کامل خودم رو بسازم. وابستگی به آدما رو خیلی کم کردم. منی که به شدت به آدما وابسته میشم
و رو خودم کار کردم. به نظر خودم نسخه کامل خودم رو ساختم. این خیلی تاثیر داره که خیلی زود این تلنگره به خودت میخوره، خودتو پیدا کن. ببین تازه تو میگی که مثلا اون موقع دیدی که خیلی افرادی بودن که هواتو داشتن، به حالا زنگ زدن، کنارت بودن، ولی به نظر من به یه مرحله از زندگی میرسی که واقعا تنهایی رو حس میکنی، فقط خودت و خودت. یعنی به نظر من خیلی خوبه آدم به این درجه برسه که انقدر خودش رو دوست داشته باشه که فقط خودش رو ببینه، اول اولویت خودش رو بذاره تو زندگی. و این واقعا سخته علی، بازم میگم خیلی سخته، چون من خیلی تجربه کردم، خیلی موقع گفتم دیگه نه، دیگه تنها تو حق نداری به این آدم فرصت بدی، دیگه حق نداری. سخت بودنش که واقعا خیلی سخته. چون من خودم یه رفیق دارم که اولش با پدر مادرش رفته ترکیه، رفیق دبیرستانم بوده، الان باش در ارتباطم، الان توی امریکا. میگه که تنهایی واقعا سخته. یعنی اینجوری نیست که بخوای خودتو دوست داشته باشی محکوم باشی به تنها بودن، نه، آدم نیاز داره به آدمای دورش و هر آدمی هم بالاخره یه هیولای درونی داره، ولی تو نباید اجازه بدی از یه حریمی بیشتر بیاد به زندگیت که اذیتت کنه، که بتونه اذیتت کنه. ولی علی میدونی چیه؟ خب آره اینی که میگی منطقیه، ولی من نیستم، نمیتونم. من میگم اگر تویی که علی تو زندگی من هستی، اگر من به تو اعتماد کردم و تو به من ضربه زدی، دیگه نمیتونم باهات ادامه بدم. تحمل کردن تو برای من دیگه سخت میشه. ولی نمیدونم چرا همین توی علی اگه بیای دوباره به من بگی که ترانه بیا همچه حرکتی رو بزنیم، بیا همچه کاری انجام بدیم، بیا ببینیم فلان جا، نمیدونم چرا راحت قبول میکنم، ولی خیلی بده. به نظر من درستش اینه که اگه من به تو یه ضربه ای زدم، تو اون حریمه رو، فاصله رو ایجاد کنی و با هم در ارتباط باشی. میدونی چی میگم؟ بعضی وقتا انقدر ضربه های سنگینی به آدم زده میشه که اصلا کلا باید قطع ارتباط بشه. ولی خب از لحاظ روانی، از لحاظ روحی، جسمی، هر چیز. ولی خب اگر منی که کلی خوبی کردم در حق تو، حالا با یه بدی میتونی یه سری حریما رو واسه من ایجاد کنی، نه که قطع ارتباط. ببین ممکنه توقع هم باشه، توقع هم اینا ایجاد میشه توی روابط، توقع میاد بالا. من وقتی به اون طرفم اعتماد میکنم، بهش میگم که مثلا از من اون درخواستی که داشتن رو براش انجام دادم، توقع دارم اونم انجام بده، ولی نباید اینطوری باشه. شاید این باعث شده که من ضربه بخورم. چرا؟ چون اون نمیتونسته اصلا این حرکت رو برای من انجام بده، نمیتونسته این کار برای من انجام بده، ولی چون من انجام دادم، متقابلا دلم میخواسته که اونم برای من انجام بده. این توقعه باعث شده که ضربه بخورم. مثل همون داستان بیمارستان من. خب شاید مثلا فلان رفیقم کار داشته، مشغله داشته، نتونسته بیاد. خب من هیچ ناراحتی از اون ندارم، که من دارم میگم خودم رو پیدا کردم، که این که آقا خودتی و خودت، نسخه کامل خودت باش. متوجه؟ یعنی باید انقدر به این درکه برسی که دیگه اصلا ازشون ناراحت نشی. ببین یه چیزی بهت بگم، یه شخصی بود تو زندگی من همیشه میگفتش اتفاقا از آدمو توقع داشته باش. نمیدونم چقدر این حرف صحت داره، چقدر از نظر روانشناسی درسته. میگفت باید توقع داشته باشی از آدما. اگر از آدمو توقع نداشته باشی، نمیتونی متوجه بشی کدومش برای تو زندگی تو نقش مهمی داره. نمیدونم، این مسئله خیلی بهش فکر میکنم. میگم که بعضی موقع تو رفاقت، توی رابطه باید توقع داشته باشی. خب از نظر من اینطوریه. بعضی موقع میگم نباید آدم رو قضاوت کنی. میدونی توی یه گودالی گیر کردم که از هر طرف یه موضوع فکر کنم، بخاطر نمیتونم. یه روزایی میام میگم نه دیگه اعتماد نمیکنم، بعد یاد مثلا حرف این شخص میافتم که نه اتفاقا باید توقع داشته باشی، اتفاقا حرفتو بزن، اتفاقا چیز کن. یه طرف میگم نه قضاوت نکن، الان بیمارستان تو به قول تو اون شخص، تو رفتی بیمارستان، وقت آزادتری شاید داشتی، شاید تایم بیشتری داشتی، شاید اصلا کلا برات مهم نبوده، یا اون شخص انقدر برات مهم بوده که حتی تایم هم نداشتی، وقت تو براش خالی میکردی. ولی اون طرف اینطوری نیست، نمیتونه تایمشو واسه تو خالی کنه. ببین داستان همون خودشناسی است. تو باید انقدر خودتو بشناسی. من خودم سبکم اینجوریه که میگم که اگر توقع از تو داشته باشم، من خودم آدمیم که اگه انقدر خودم میشناسم، میدونم اگر توقع از تو داشته باشم، قطعاً جنبه اینو ندارم با تو قطع ارتباط. خیلی زود
مثلا رابطمون دارک میشه. چرا؟ چون من آدمیم که سطح توقعم، چون نسبت به خودم میدونم چجوریم، اگه برای تو به همون میزان توقع داشته باشم نمیتونم دیگه با تو در ارتباط باشم و من اینو نمیخوام. میدونی انقدر باید خودتو بشناسی. به نظر من این یه گزینه‌ایه که واسه کمتر آدمی جواب میده، برای آدمایی جواب میده که از لحاظ احساسی کم احساس ترن. نمیدونم، این نظر شخصی من. چون اگه من خودم به شخصه نسبت به آدمی یه حسی داشته باشم یا اصلا حسی هم نداشته باشم، بخوام همون توقع رو داشته باشم، همون توقع رو بگیرم، قطعا توی رابطم به مشکل میخوره. حالا اینم میشه، ولی خیلی واقعا سخته که تو بخوای به خودشناسی برسی. خودشناسی خودش یه مسئله‌ایه که واقعا که بخوای رو خودت کار کنی، راحت نخوای اعتماد کنی. من هنوز با اینکه 36 سال سن دارم، هنوز به این مرحله نرسیدم که راحت بتونم اعتماد نکنم به آدم. الان خیلی از آدمای زندگیمون باشم کنارا، همونایی که اعتماد کنم، ولی خب چه فایده؟ من 1 بار نه، 10 بار نه، 20 بار بهشون فرصت دادم و همین یه ضربه سنگین به من زده شده. خب این که خیلی اشتباهه، اصلا خیلی به خاطر مشخصه همین که میگم دیگه، این که بخوام واقعا الان گذاشتم اون شخص رو کنار، ولی میدونم اون شخص نه، شخص‌های مختلف رو گذاشتم، اشخاص مختلفی بودن که گذاشتم کنار، ولی میدونم ادامه داره. میدونم آدم جدید وارد زندگی من، الان دوستان محدود شدن، به خاطر همین اعتماد کردن و محدودشون کردم، چون نمیتونم با هر کسی ارتباط برقرار کنم، چون گفتم همون توقع، شاید دوست دارم اونم مثل من رفتار کنه، من نمیکنه اذیتم میکنه. به خاطر همین میترسم دوباره اگر با اشخاص جدیدی آشنا بشم دوباره این موضوع تکرار بشه، دوباره یه ضربه دیگه بخورم. دقیقا همون موضوعی که بهت گفتم، باید توقعاتو از آدم‌ها کم کنی، حتی به 0 برسونی از دید من. چون اگر این بالا باشه، درجهش بالا باشه، خودت اذیت میشی، اولین نفر خودت اذیت میشی، بعد آسیب میزنی از لحاظ روحی و روانی به بقیه کسایی که ازشون توقع داری. این نظر من. پس باید رو خودمون خیلی کار کنیم. آره، میگم باید به خودشناسی برسی، باید برسیم هممون. من خودم آدمی بودم که کلی رفیق بازی میکردم، رفیقامو دوست داشتم و همچنانم دارم، اما خب اون فاصله رو ایجاد کردم، یعنی بیشتر رو خودم تمرکز دارم میکنم تا روی اونم. متوجه چی میگم؟ خیلی خوبه توی مرحله از زندگی رسیدی که راحت نمیتونی اعتماد کنی به آدم. کاش که واقعا بشه، یعنی همه اینطوری باشن، راحت نتونن اعتماد کنن. ببین اصلا چون ضربه‌های اعتماد خیلی کردن سخت. که اصلا دیگه به هیچ کسی اعتماد نمی کنم جز خودم. اصلا نه تو، همه ما دیگه واقعا نباید اعتماد کنیم. من شخص خودم یا تو رو نمیگم، کلا به نظرم هیچ کدوممون، یعنی هیچ آدمی به نظر من راحت نباید اعتماد کنه، چون تجربه‌ای میکنی که ممکنه بعضی موقع به ضررت تمام بشه. کاش فقط مالی باشه، روح و روان تو به هم میزنه. علی آره 100% اینجوریه واقعا. آسیب‌هایی میزنه که اصلا بعضیاش اصلا جبران ناپذیره، خیلی سخت آسیب میزنه. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر من برای یه رابطه سالم داشتن، اول اینکه خودتو دوست باشی. عزت نفس خیلی مهمه. آره، اول اینکه خودتو دوست داشته باشی. به نظر من همون مدیتیشنی که راجعش صحبت کردیم خیلی تاثیرگذاره. دقیقاً. بعد نوشتن خیلی تاثیرگذاره، شکرگزاری خیلی تاثیرگذاره. کلا بیشتر رو خودتون تایم بذارید، آدمای دورتون رو بذارید برای خودشون که خودشون رو پیدا کنن، نه که بخواید باشون قطع ارتباط کنید و هر کسی یک حریمی بدید که اندازه حریمش با شما رفت. آره علی، حرفتو واقعا قبول دارم. نباید اجازه بدیم که آدما به حریم خصوصی تو وارد بشن. تو باید یه خط قرمز همیشه واسه آدما بذاری که اینطوری راحت بهشون اعتماد نکنی. دقیقا اینطوری هم کمتر ضربه میخورید و شاید که انقدر رو خودمون کار کنیم و هی تکرار کنیم که از این آسیبا آسیب ناپذیر بشه. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. خداحافظ بچه‌ها.